درود، امیدوارم حال همگی خوب باشه. من علا سجادی هستم، کارشناس علوم ورزشی و همینطور بازیکن اسبق استان در تیم فوتسال استان خراسان رضوی. امروز می‌خوایم درباره کالری شماری صحبت کنیم. ببینید کالری خیلی مهمه، مبحثش انقدر مهمه که در روزمرگی شما، در هدف شما، در اندام شما تأثیر خواهد داشت. وقتی میگیم کالری یعنی یک سری ماکرونیت هایی که مشخص شده هستند و قرار نیازهای روزانه ما رو تأمین کنند. ماکرونیت ها یعنی ماکرونیت ها کالری رو تشکیل میدن دیگه، یعنی پروتئین، چربی، فیبر و کربوهیدرات. پشت هر محصولی که استفاده میکنید، حالا میتونه نوشیدنی باشه، غذا باشه، هر چیزی، قطعاً یک ارز غذایی هست که روش نوشته مقدار چربی، پروتئین، کربوهیدرات رو نوشته و بالاش یک جنبندی کامل زده که مثلا اینقدر کالری، 200 کالری، 100 کالری، 600 کالری، که کسی که واقعا هدفمند هستش باید این ارزش غذایی که پشت محصولات زده رو در نظر بگیره تا بتونه نتیجه مطلوبی از اون اندام ایدئالی که تو فکرشه بگیره. ببینید در واقع بهش میگن کیلو کالری، اما ما به زبان عامیانه بهش میگیم کالری. خب همینطور که میبینید من میرم داخل سایت، حالا خیلی سایت ها وجود داره کالری شماری رو انجام میدن و الان قدیم یک کتابی بود داخلش همه رو نوشته بود که مثلا انواع میوه ها چقدر کالری دارن، غذاها، ماکارونی، برنج و غیره، که اینا خب رفته رفته پیشرفت کرد. سایت اومد، چت جی پی تی اومد و من اصلا 100% چت جی پی تی و سایت ها رو قبول ندارم، چون 1% خطایی دارن، اصلا امکان نداره نداشته باشن. برای همین وقتی میخوان کالری رو حساب کنن، معمولا به ورزشکار، اون کسی که خب میخواد به یک اندام ایدئال برسه، بهش میگن که یک این بادی بگیر که یک دستگاهی هستن و خیلی متفاوتن.